ای بچه آدم، باید این ندا رو روز به ما هم کند. ای شان نورالدین، گوشهای شنوات کجا شد؟ برای چی کپ شدی؟ چیزی رو نمیفهمی؟ چو گیری اطراف فرزندات نمیفهمی؟ چشم بینایی تو کجا شد؟ چو کور شدی؟ زبان گویات کجا شد؟ چو خاموشی؟ چو خاموشی؟ این صوتک، آوازی برا دستی. ما خاموش هستیم. فردا پیغمبر چی بگوید؟ من با شورای علما خطاب میکنم. من جای ترس ندارم. من با حکومتداران خطاب میکنم. امروز من خاموش. امروز به صدای ما یک اعتراض ندارند. امروز شورای علمای ما اعتراض ندارند. فردا عبدالعزیز باری پیش پیغمبر میریم. چی جواب میدیم؟ این صوتک الشجی ما اسکتک، این ریحک الطیب ما غیرک. خوشبویی میزدی وقتی که به محفل ها میرفتی، از بدنی تو بوی خوش پاش بشد. این بوی خوشت کجا شد؟ چو بدنت بد بوی شد؟ این سوالا رو ملاکی میکرد. یا ابن آدم، ای بچه آدم، جماعت الدنیا، هم الدنیا جماعت کرد. تو دنیا رو جمع کردی یا دنیا تو رو جمع کرده بود؟ ترکت الدنیا بالدنیا ترکت کرد. تو دنیا رو پرتافت رفتی یا دنیا تو رو پرتافت؟ استعددت للمنیه او المنیه عاجلت کرد. آمادگی برای مرگ دیدی؟ به پیشوازی مرگ خود تیار کردی یا مرگ ناگهان آمده بود دست خالی میروی؟ جلکای زیبا، سلحای زیبا، کستان برکای $1000 و $10,000، اما کفن فراموش کردی. و یاد من نمی بیاد که روز اینها را از بدن من میبرارم. روز لباس ما سیخ بدسان تنک است.